داش میکنه تنهایی دوولش رو میشه نه مرش اینه همیان ها اینه در هم دورین خونان یانگا من بده هم میدوشم فیلم میگم خیلی این خواجه بعد کاری میدونم نمیدونم تیزام چند مشکل دیگه معناست ولی سیمبلوکش کم کی نبوده باشه زن همه حالای مثال چخلای نیست شرایطی که مردک برای چشم که در ازبکستان مثال در دیگه به توبه کنه یعنی نمیشه در جو قرار نمیشه ایشو بگی عصبای نمیشه نمیگه که خواهش نورا لایک کامنتر پدلی سکنه که در حق برادران دعا کنن دستگیری کنن بهتر میشه مرکز خدمت رسانی زیارتشاب طول یک چند وقت میشود که توبت گیمرید را بهر مزاجان خود کشاده اعلام کرده است. شخصانی که در مسکو و مسکوسکی اوبلاست میباشند میتوانند که به سراغ ما انا همون دکان خاکسارانه تاجیکانه ان شاء الله مراجعت کنند برای توبت گیمرید. توبت گیمرید وابسته از حالت بیمار بوده از 4 تا 8 ساعت دوام میدهد و با داروهای گیاهی که از کتاب ابو علی ابن سینا گرفته شده است توبت کرده می شود. چون همیشگی برای توبت گیمرید حجامه و دریافت کردن داروهای گیاهی به دکان خاکسارانه ما تشریف آورید. تنتان صحت باشه. السلام علیکم دوستان عزیز به نزد برادر عزیزمون اکا دلشاد اومده که در خونهشون دو تا ایندیوالی دارن و خودشون از حساب چشم اذیت میکنن. اولا دعا کنیم که در ماه شریف رمضان خداوند فرزندش شفای کامل عاجل نصیب روزی گردونه و خودشون یک شفای کامل عاجل نصیب روزشون گردونه. امروز با مبلغ 500 تومان از نام اکا دمیربک به نام اویله هایی که نیاز به دستگیری ما شما دارن کمک خدمون آوردیم. مقصد نوار کردن ما در چه دوستان عزیز که همین نفرایی که خیر میگیرن ببینن که ما برای خیش تبار خدمت نکردیم همو ایلو کردیم که نیاز به دستگیری ما شما دارن. از اون جمله خونه که ما اومدیم دو تا ایندیوالی هست که دهن درشون محکم میکنه که بیرون نبرن عقل بدون خلاص که بیا سلام علیکم اکا دلشاد جان کو بیا اینا خوبی اکا دلشاد جان بیا استا بیا اکا جان کوراکو خوبان همه اینجا نسترینو خوبان اینا یک کامera ایجاد چند فرزند داری اکا دلشاد جان 6 تا فرزند 6 تا چند تاش ایندیوالی تا 3 تاش مایبه یکمایه مایبی ها اوش الحمدلله سوزانا خصونا وایسو به چشم ایسا گوری یکم چشم خدا برکت اونتا ان شاء الله بود افرای پیدا میشن برای دستگیری کردن اینا جیانکوی مرا آوردن تو مرا اینا همیان ها اینا فرزندم هر 26 ساله است تا 13 ساله اینا نگاه کنید دوستان عزیز نه برن نه اسمی 13 ساله گفت دست خان گفتن نمیتونه یا نمیتونه تمام نه دست خشم گفتن دادم پولشو تعلیم یا آفرین جمعی است ماشاءالله ان شاء الله کجا بوان که برای خونه را برای بدی بچه حال کرده پیچکار نه حالتون چه مرسی ما ان شاء الله حاضری را تقسیم میکنیم ما یگان کس نیست در شما را بجز الله مهربان یگان کس نمیدونه برای مردم زنده کنیم لوچی مردن مونده خود چون که برای کاری خوب هم میگن بد هم میگن همه میگن مقصد ما چیه ما پروداکت را تقسیم میکنیم برای چشم برای کودکا با ما جداگانه میام ان شاء الله دستگیر میکنیم برای چشمش مقصد مردم نوارم میبینه که خوب میگه بد میگه برای مردم زندگی نکنین مهم همه قصال در دنیای خونه در جای تاریکی زندگی کردن همه حالای مثال چخلای نیست شرایطی که مردک برای چشم که در ازبکستان مثال در دیگه به توبه کنه ما هست نفرایی که صاحب کار در زیر کامنتر بنویسین میخوایم که همین چیز دستگیرشون کنیم بهترین میشه برای فرزنداشون برای اکا دلشاد خودش همه در دهه باشه میدونه که همه اویلا نیاز به دستگیری ما و شما داره ان شاء الله پینا یک مردم اکا سفارتون ریزر از پتر کیلو سیمبلوش میشکنه میگه زورا اینا ببرن اگر میبینیم اینه چی اینجا خواهم چیه اون پسر این یک ای بودم اونشون کلباس شما اون خونش کنم این پیاز شد ما انا ای در ای خانشه بزنم ایسابی یک برادر عزیز ما اکای دمیربک میگه با مبلغ 500 تومان همه خورد و خوراک کرده اکراشکش هم گرفته نکه مونده مقصد چیزی که برای 10 اویله بود تقسیم کردیم اومدیم همینجا ان شاء الله با دستگیری میکنیم باز با خونه که هست یک بار میریم میبینیم دوستان عزیز حقیقتا در نیاز به دستگیری ما و شما داره دستگیری کنیم ان شاء الله که ثواب و خیر جاریه میشه باز میداریم خونهشون نکنه ان شاء الله نباشه اکای دلشاد یک دعای خیر برای نفر کم کوری خیر کرد خداوند همین کسی خیر دمیربک خداوند خیش به دروازه دایما برکت رمضان قبول کنه فرزنداش امن دراز تا قدر مسل رحمت خداوند دستگیری آخر هم چه صدقه جاریه در نام عزیزان
خداوند نک ثواب حج اکبر در نماز نایسته ربنا فی الدنیا حسنه فی الاخره قنا عذاب النار خداوند در صبر در عشق پروردگار میگه الله اکبر. ای ماشاءالله حضور احمد اکای دلشود جان اجازه هست یک بار خونه را ببینید. اینا دوستان عزیز خونه ای که خانه سیملو میشکنه میبره خدا سیملو اینجا را همین خیلی محکم کردگین در همینجا میسن. اینا این خواهش بعدی که این میدانه نبرد تیزان چند مشکل دیگر معناست باید سیملو کشکم که نبره باتیزان یکم بیرون آدم کردن اونم خلاص بینیم هر اینا سه تا کام داشت نکنم خانه دیوار بی بچه ها کلوچولاش کسی میشکنه نمیفهمم نکنم همه را میشکنم داشت میکنه تنهایی دوولو شما میشکنه انشالله ایران میبینیم انشالله میشوه. امروز خداوند تقدیر نصیب کشید ما به نزد شما اومدیم. این شمکه دلشود جون میشه میگه که ای ناامیدی و بس امید پایان شب 30 سفید امروز اومدن ما هم با هم خاطر بله انشالله که دستگیری میکنیم دستگیری. دوستان عزیز چکلی که میبینید نگاه کنید که دو فرزند معیوب اندیوال که گروه یکم خونه که درو حتی اخلاقی که در تنه دیوال بود به خاطر چیه که ای عقل بگونن نمیفهمن که چیه توتریزوشون از سیمین بلوک کردن با همون خاطر که چندی بروش کسگن شب روز در هم دورین خونه یانگا من بده هم میبرم فرمیگم خیلی بیرون میبرن دیگر شب در همونجا در پر محکم میکنه که بیرون نبره او چه کاری عادت برای چی برام یگان وقتایی میشه که خیلی در هوش و بیرون ببرن برام خود عادت همین کارش میبرم میرم نه قدر باید فهمه میگه برای گلاکوز نمیفهم برای خونه گشت اومده نمیگم نه دنی اوغل میبره یگان ماشه جزیر میکنه نه پیش من رفتن میگه اوه خیلی بوینا موشین پوشین خیلی اوه نمیفهم بسته ها یو ای چی شو بوشگن یانگا اوسری ماینای سر میگه شامی بده میگه توبت که جای خمون نمیشه مبلغ شده که توبت ها اینا دوستان قلبی آب نمیشه ماینای سر میگه اوسر نیست مقصد یو که باید مدوم نمیشه ما توبت در روز عملا باشم مدت روز استقلال بود نگاه در 5 منوت یولی نوار نوشیدن نگاه که خیلی بازی میکنه یعنی نمیشه در جا قرار نمیشه ایشو که عصبی نمیشه نگاه که گپم تمام نمیگم خوردن شما تمام شما چی خود نمیتیم بعد ناتین نمیخ تشنه و بیشتر مونه چیکار میکنم بعد که نمیفهمید من یه چیز وقتی در کجا میتید دیدن دوستان عزیز اولا شکر کردن در کار که خداوند فرزند صالح نصیب روزی نه مقدر پای که تماما خیلی بگوی پوپشه با آدم یا بکشانی بروره و نمیتونی و خاطر دوستان عزیز حاضر یک کاری بهترین میکنیم کارت اکا دلشود میمونیم هر کسی که خیر میکنه خاص از برای الله بهتر میشه اکا دلشود یگون کارت داره نشان بسیتی در نام نسب کیه غلامت نشان غلام دلشود در نام نسب خودتون میبره اجازه هست کارت تونمونه که مردم یگون کسیا یگون سیفکار می از اول شما با خبر میشه یگون پول دستگیری میکنه ها چند رقم کارت 008 11 24 70 در همین نمره هم زنگ زنن میتونه که اول دوستان عزیز آدرس مو نویای فرخور جماعت ظفر دهه نوبادی بالا خونه اکای دلشود میگن همه میشناسن فرزانه اکای محمد سعید یک شخصی هست که خدمتش به تمام مردم بلشویک رسیدگی بهترین شخصیت اکای محمد سعید امروز خیلی نبیروش به همه اولای نیاز به دستگیری دارن شرایط حضور به نهایت کنه با هم خاطر در حقش همه کسا دعا کنه دستگیری کنن تمام با این گروم یکم ای چشم اینا خشم گروه ما باید گفتیم در این مسئله صحبت میکنیم فقط دوستان عزیز خواهش نوار لایک کامنتر پدلی سکنه که در حق برادران دعا کنن دستگیری کنن بهتر میشون الله یار مددگارتون خیر دوستان عزیز